یکی از چیزهایی که خیلی میتونه روی توسعه فردی ما تاثیرگذار باشه کتابه. کتاب خوندن به صورت اصولی و درست حتی برای چند لحظه هم که شده میتونه ما رو به تفکر و ساخت یک تصویر درست توی ذهنمون وادار بکنه و رفته رفته باعث رشدمون بشه. حالا ما اینجا توی شیفت تصمیم گرفتیم یه بخشی رو راه بندازیم به نام کتابخور. همه آدما میتونن کتابخون باشن، ولی هر کسی کتابخور نمیشه. کتابخور بودن یعنی کتابا رو اونجور اصولی و درست بخونی که بتونه بیشترین تاثیر رو توی زندگیت داشته باشه. حالا ما اینجا قراره تو بخش کتابخور چیکار بکنیم؟ یه سری کتابایی که خودمون خوندیم و فکر می‌کنیم توی زندگیمون تاثیرگذار بوده، اینجا به صورت خیلی کوتاه و خلاصه بهتون معرفی می‌کنیم. یه سری راهکار داریم در رابطه با اینکه نحوه درست کتاب خوندن چجوریه. کلی جایزه و مسابقه و ایونت داریم که رفته رفته تو همین بخش بهش میپردازیم. در کل هر چیزی که به ما کمک کنه تا تبدیل به یک کتابخور حرفه‌ای بشیم، اینجا بهش میپردازیم. و در نهایت یادتون نره که کتابا خوردنیه.